اینجا ولایت هرات است. تاریخ بیانگر آن است که هرات از جمله شهرهای کهن و صاحب پیشینه درخشان در عرصه تمدن و فرهنگ بوده است. گدا محمد یا استاد گدا که شخصیت بسیار متین و آرام دارد، از جمله دوتار نوازان به نام و چیره دست هرات است. صدای دوتار او لطافت و آرامش خاصی دارد. این گروه یا دسته موسیقی بادغیسی است. شور و هیجان وصف ناپذیر آنها ما را به حیرت انداخته است. شیوه اجرا و فرم در موسیقی بادغیس کمتر دچار تحول شده است و هنوز رنگ و بوی خاص خراسانی را با خود دارد. ما به دنبال شناخت آثار اصیل و کهنه هرات هستیم. که اظهار نظر کنین. دکتر ادبیات صلاحیت نداره. همون مرغک را ندیدی؟ کدام مرغک؟ همون مرغک که دنبالند بال سفید سینه پلنگی و بمبک رسایی سر دالان پریدی واقع زاغان چری